اسماء دختر ابوبکر صدیق بود. حضرت اسماء از ما یک کم ترک از همین زنهای شیرزن برای شما یک ده حکایه بگویم. حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق بود. وقتی میگه عمرش به 80 رسید، عمرش به 80 رسید، مادر عایشه دیگر مادر بود. عایشه دختری حضرت ابوبکر صدیق مادر ماد، زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اسماء را مادرش دیگر بود. این اسلام که نه آورد، حضرت ابوبکر طلاق شد. وقتی همین اسماء خودش بسیار زن خادمه و خدمتکار بود، دختر ابوبکر صدیق بود. میگه وقتی عمرش به 80 رسید، در نسبت حجاج که رهبری بگه مسلمان ها بود ولی بسیار فاسق بود، ظالم کی بود، بچه اسماء عبدالله ابن زبیر بود. اطاعتش نکرد، گفت یک آدم فاسقه، گفت میره چی اطاعت کنم. وقتی که این سخن به گوش حجاج رسید، مرد خیر رهبر کلانه، خب این کی است مقصد مرا اطاعت نمیکنه؟ تشکیل کرد در مقابلش جنگید. عبدالله ابن زبیر بچه حضرت اسماء را به قتل رسانید و در بند کشید. بلند، همین خیلی بلندی داود، آویزانش کرد. در مکه 3 روز عبدالله ابن زبیر همین آویزان است. حجاج که منتظره که کی اسماء می آید و میگه ای حجاج، مقصد بسیار بخشش زیاد از تن فرزندم، همین بچه‌ک مقصد پایان کن بگیرم. فکر کرد که این اسماء همین خیلی چی میدانه که این هم یک شیرزن است. طاقتش تاق شد دیگه. حجاج دید که اسماء نمی آید، اسراغ بچه‌ش نمیاد. بعد به نزدش آمد گفت ای اسماء، درک داری؟ ما با فرزند تو چی معامله کردیم؟ میدانی؟ گفت 3 روزه بچت آویزانه. گفت من درک دارم که شما گفت فقط دنیای او را تباه کردین، ولی حجاج یقین بدان که او آخرتی تو را تباه کرده. برادر عزیز، این سخنی هست میگه در تاریخ که در حالت از زمان اسماء میبراید که درون او پر مهر فرزند بود. وقتی میگه این سخن حجاج گفت، حجاج دیگر مقصد گپش نیفت که در عوض این مادر چی بگه. یعنی نه زاره است، نه تولا است، نه خواهش است. این خیل برادرای عزیز، ببین شیرزن کی بود، مثل عبدالله ابن زبیر وری فرزند به دنیا آورد. این دامن این خیل مادرها رو بسیار نقش کلان میبازد. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، زن ببین که صاحب مردک خانه را مخر حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. تو چی جای ترس داری؟ گفت همون که خودش دندان شداد، همون خودش نان شمیته. گفت برادرای عزیز، خداوند بسیار ذات مهربان.